در ولایت خطلان از روی آزمون دختران با استعداد و لایق کار در ساختارهای رهبری کننده را انتخاب میکنند. آزمونی که با اسم رمزی زن سرور اعلان شده است، از 142 نامزد 25 نفری بهترین را انتخاب و شانس آنها را برای وارد شدن به مقامات ساختارهای حکومتی محلی در آینده بیشتر میکند. شرط این است که دخترها باید در مسائل سیاسی، حقوق و هنری سخنوری دانش خوب داشته باشند. این چنین سیاست دولت را در پوشیدن لباس ملی هم رعایت کنند. تشبثکارانش مقامات محلی میگویند آزمون مخصوص در سال جوانان با هدف پشتیبانی دختران بالیاقت محلی عملی می شود. هنری دخترهای داوطلب کار در حکومت را اعضای حکمان، نامزدان علم، شاعران و ادیبان، سیاستمداران محلی بهاگذاری می کنند. سیاحت غلام و دانشجوی 21 ساله دانشگاهی به نام ناصر خسروی شهر قرغن‌تپه و یکی از اشتراکچیان این آزمون میگوید اگر که من در آینده رهبر شوم، کوشش میکنم که اول با کالکتیو و همکارانم مناسبت خوب برقرار نمایم. در برابر آنی که سختگیر باشم، همچنین در حالت‌های باز میشود که نرم گفتار باشم. سیاحت دانشجوی سال چهارم به فهرست ذخیره‌های کادری حکومتی ولایت خطلان وارد شده است و در آینده به هنگام انتخاب کادرهای نو به ساختارهای حکومتی نامزدی او هم بررسی می شود. حالا تنها نتیجه های آزمون در شهر قرغن‌تپه مشخص شده است. برنده های آزمون از شهر و ناحیه‌های دیگر ولایت در روزهای نزدیک اعلام خواهند شد. تشبثکاران آزمون میگویند که در خانواده‌های محلی نقش زن همان و چندان بارز نیست و دخترهای روشنفکر و با استعداد زیاد مجبورند از روی قاعده‌های زندگی سنتی به سر برند. آنها که لیاقت رهبری و اجرای کارهای با مسئولیت قبول قرار دارند زیر سایه میمانند، از جانب عائله و جامعه زیاد پشتیبانی نمیشوند. حکومت تاجیکستان به ضرورت دستگیری و پیشبری زنان در مقامات دولتی دعوت کرده استراتژی ملی فعالسازی نقش زنان را برای سالهای 2011 تا 2020 قبول کرده است. جدا از این، از سال 2007 به خاطر تامین دهات و روستا با کادرهای بلند اختصاص و ختم کرده های مکتب‌های عالی کوتای دانشجویی جاری شد. در سالهای اول این کوتا مخصوص دختران دهات بود و هر سال برای صاحب معلومات کردن هزارها جوان مساعدت کرد. تشبثکاران آزمون زن سرور میگویند که در شهر و نواحی و روستاهای کوهستان مشکل اصلی زنها و دخترها بیکاری و نبود درآمد است و شمار خیلی کمی آنها با شغل مشغول هستند که برایشان یک مقدار کمک مالی میدهد.